بر اساس امور رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که روز 15 فوریه سال 2024 در نشست خبری جنبسته این وزارت ارائه شد، در دوام سال 2023 در جمهوری از جانب همه سوبیکت‌های به قیدگیری و به حسابگیری 21319 جنایت به قید گرفته شده است که این نسبت به سال 2022 1162 حالت کم می باشد. در یک سال در کشور 57 کشتار یا قصد کشتار، 129 حالت رسانیدن آسیب وزنین، 19 روزنی، 107 غارتگری، 4241 دزدی، 2762 قلابی و 47 حالت تجاوز به ناموس ثبت شده است. بر اساس امور رسمی آدمکشی و سوء قصد به کشتار در کشور در یک سال اخیر نسبت به سال 2022 بیش از 2 مرتبه، روزنی 2 مرتبه، غارتگری قریب 20% و دزدی قریب 20% کمتر شده است، ولی در عین زمان جنایت تجاوز به ناموس قریب 30%، افباشی 15%، معاملات مواد مخدر قریب 2 مرتبه افزایش یافته. حجم مواد مخدر تنها از جانب کارمندان وزارت کارهای داخلی مصادره شده نیز قریب 2 مرتبه افزوده، نزدیک 2.6 تن را تشکیل داده است. همین طور سال 2023 در 111 صدمه 519 نفر به هلاکت رسیده، 1179 کسی دیگر مجروح شدند. از طرف نابالغان 555 و از طرف جوانان 3020 جنایت به حساب گرفته شده است. همزمان از جانب کارمندان میلیس نسبت پدر و مادرانی که عهدهداری‌های خود را در تعلیم و تربیت فرزند اجرا نکردند و نسبت مسئولین مؤسسه‌های تعلیمی بر اساس ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان 14126 پرونده حقوق ویرانکنی‌های مأموری ترتیب داده برای اندیشیدن چاره‌های قانونی به دادگاه ارسال شدند. عاید به رعایت نکردن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان 533 حالت به قید گرفته پرونده‌های حقوق ویرانکنی مأموری آغاز کرده شد. در جمهوری طی سال گذشته 1236 حادثه سوختار رخ داده است که در نتیجه 23 نفر فوت دیدند. مبلغ ضرر 47 میلیون و 816 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد. مبلغ مال و ملک از سوختار نجات داده شده 850 میلیون و 776 هزار سومانی را تشکیل داد.